همکنون پیکر مطهر شهدای خدمت وارد میدان شهدای تبریز شدند. استقبال باشکوه مردم اینجا پیکرها رو بدرقه میکنن. با استقبال باشکوهشون باید این مسیر رو مردم تبریز تا میدان ساعت و مصلی امام خمینی رحمت الله تبریز این شهدای پیکر شهدای مطهر رو بدرقه خواهند کرد. خیابان‌های اطراف مملو از جمعیت ولایت مدار تبریز. کربلا نرفته ها